درود، طاهری سفر هستم و در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در خدمت شما. امروز جمعه است 22 اوگوست و در ابتدا نگاه به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. معلمان معاش نمیگیرند چون اندازه دولت سری وقت پرداختن نشده است. مقامداران کلاب تأخیر در پرداخت مزد کار آموزگاران و طبیبان را شرح دادند. حساب نرسیدن نقشه قسم درآمد مبلغ نارسایی می شود. حکومت تاجیکستان سعی دارد قرضهای خارجیش را کمتر کند تا برای ادامه بنیاد نیروگاه برق آبی راغون سرمایه خارجی به دست بیارد. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است. زرشویان در افغانستان مجرای پنج را تغییر دادند و به حدی که آب کشتزارهای این طرفی مرز در تاجیکستان را زیر آب می کند. یکی از طرف دولت همجوارمان با استخراج طلا آنجا کار کردند. در منطقه کلاب هزاران نفر از کارمندان اداره‌های دولتی و به خصوص آموزگاران مزد کار خویش را نگرفتند. بسیاری از آنها که زندگیشان سخت وابسته مزد هر ماه است مجبور شدند قرض بگیرند، محصولات خوراکه بخرند تا اهل خانوادهشان گرسنه نماند. مقامات کلاب میگویند سبب نپرداختن مالیات به بودجه دولت به قدر کافی است و مسئله را به زودی حل می‌کنند. گزارش را در این باره همکار ما میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. در کلاب یک قسم کارمندان ساحه طب و فرهنگ شکایت دارند که تا حال معاش ماه ایولشون را نگرفتند. جورا سلیموف کارمند بیمارخانه کودکانه رقم 2 شهر میگوید مجبور شد تا به وزارت مالیه شکایت برد. مالیه республикада число шояд ресурсакам шунсоқат баромам ман якам задам ман бо дигор номора дам задам мегадӣ яъни шафқати моlia дамча мега ҳама гирифтаки мебаруда ҳама нагирифтак шуна вақтам дада хушоз менам ҳама муҷроро менамун корманора сесад кормана манама бусум гӯшту кишига яъни саркам мо фармандаи валӣ дорем мисалан коммунитӣ дорем се чор макабон ба тамом мешаяка. کارمندان شعبه فرهنگ شهر کلاب هم تا روز 21 اوگوست معاش ماه ایولشون را نگرفتند. آنها از 15 اوگوست به این طرف برای آزادی شکایت دارند که معاش آنها هر ماه با چنین دیرمانی داده می شود. در شهرداری کلاب از پرداخت شدن رخصت پولی آموزگاران گفتند اما ساحه های دیگری بودجوی یادآور نشدند. زیاده از 47 مکتب علاقه رخصت پولی را با پورگی گرفتند. همین 5-6 تا مکتب دیگه موندگی است که روزهای نزدیک در اساس اجرای نقشه ماه ایول با پورگیر میگیرند. تا آخر ماه ایول در منطقه کلاب بخش بزرگی از آموزگاران رخصت پولیشان را نگرفته بودند. این مشکل هر سال در منطقه کلاب رخ میدهد و آموزگاران رخصتی خود را در اولهای اوگوست می گرفتند. در ریاست مالی منطقه کلاب سببش را شرح دادند. عموم در ولایت خطان همگی از طرف 2-3 ناحیه پورا داده می شود که اونها ناحیه‌هایی که خود مبلغ‌زارند نقشه‌شون چون معین میکنن نقشه‌شون میرسه. دیگر ناحیه‌هایی که مبلغ‌های ما در مساعدت مالیوی یعنی در سوبسید شدگی‌اند نقشه چیزی که با شما معلوم است 12 ماده مزد مهنت تقسیم می شود. رخصتی مهنتی در یک حالت می آید که هم مزد معاشی هم ماهی هم رخصتی خرید 2 ماه دیگر در بر میگیره. حساب نرسیدن نقشه قسم درآمد مبلغ نارسایی می شود. چند روز پیش سردار سرریاست مالی ولایت از پوره پرداخت شدن معاش آموزگاران خبر داده بود، اما در این خبر از پرداخت شدن یا نشدن کارمندان ساحه طب و فرهنگ در ولایت چیزی نگفت. معاون رئیس ولایت میگوید که ناحیه یاوان و شهر لیوکن به بودجه ولایت 42 میلیون سامانه حصه خود را جدا نکردند. در نیم سال اول سال 2025 نقشه اندازه‌ور شهر ناحیه یاوان 38.5 میلیون سامانی و لیوکن 6.5 میلیون سومانی تامین کردن نتوانستند که از این حساب به بودجه محلی 45 میلیون کم وارد شد. وقتی که بودجه شهر ناحیه اجرا نمیشود خواهیم نخواهیم اون حصه جداکنی که به بودجه ولایت باید روانه گردد اجرا نمیشود. حالا به بودجه ولایت ختلان شهر نارک، ناحیه دنغره و یاوان و لیوکن حصه جدا میکنند.
از بودجه ولایت به شهر و ناحیه‌های دتاتسیونی مبلغ معینی داده می شود. کولاب از آن شهرهایی هست که از بودجه جمهوری و ولایت مبلغ معینی می گیرد. در صورت سری وقت وارد نشدن این سرمایه معاشها دیر پرداخت می شوند. و حکومت تاجیکستان میگوید با مقصد جلب سرمایه خارجی برای ادامه بنیاد نیروگاه راغون که به میلیاردها دلار احتیاج دارد قرضهای خارجی خود را کم کرده است. کم شدن قرض خارجی به حد سلامت اقتصاد و یا توانایی بودجه دولتی هر کشور را نشان میدهد. اما سوال این است که تا کجا کاهش قرض بیرونی سبب می شود سرمایه گذاران خارجی پولی زیادی را بگیرند و با شتاب برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به تاجیکستان بیایند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راغون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی مالیوی بالا می‌برد و کشور امکان می‌یابد برای طرح‌های استراتژیکی چون راغون قرض و گرانت‌های با امتیازتر جلب کند. البته هم برای راغون با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب میشوند یعنی مبلغی هستند که به واسطه با چنین انشاءات بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشان دهنده‌های متاثر میرسونند و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان‌های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است. صندوق بین‌المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت قرض و گرانت‌ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 به 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت‌پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگردانیدن قرض‌های چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پرسر و صدا بوده است. ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست. Никаких задержек по оплате нет. Мы вот в год 2 раза по یگان خیلی تأخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال 2 دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نوامبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است. 760 میلیونов может быть там доллар больше. عبدالله اشورов تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعا به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است. تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایزهای نسبتا گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول قرضهای خوب امتیازناک به دست بیارد ولی هرچند حالا موفق نشده است ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد. روز 15 آگوست آژانسی جهانی SP Global Rating اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه احتمال تغییر در مبلغ‌گذاری راغون و قرض کارخانه‌های دولتی را از خطرهای دانست که می‌توانند این اعتبار را پایان آورند. با گفته این سازمان با وجود رشد با سرعت صنعت تاجیکستان همان با مبلغ‌های انتقالی مهاجران مخصوصاً از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن قرض خارجی است. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راغون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات به بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
در جنوب تاجیکستان خطری از مجراش بیرون شدن رودخانه وسیع 5 در یکی از گوشه‌های آن سال به سال زیادتر می شود. سبب هم طبیعی یا بلند شدن سطح رودخانه نیست، بلکه تأثیر دست انسانیت است که به طبیعت صدمه زیاد میزند. در آن طرف رودخانه یعنی در افغانستان زرشویی به حد اوج گرفته است که مجرای 5 را هم تغییر می‌دهد. محمود جان رحمتزاده خبرنگار ما در کلاب گزارش دارد. با ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود 5 را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. سردار اداره کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه کلوب میگوید سربند و آبانبارهای زرشویی در آن سوی مرز باعث تغییر مجرا میشوند. یکی از سببش همین چی شدن اونجا آمدن بودن، یکی از سبب از طرف دولت همجوارمون با استخراج تیلو آنجا کوکار کسان چیو سوز کردن این دندوی که کدستن اما فقط مجبور او طرفی تاجیکستان آورده است. زرشویی صنعتی در افغانستان همسایه 3 سال پیش سر شده است و تغییر مجرا طرف تاجیکستان را وادار میکند دست به ساحل بندی زند. این روند را یک هیئت دولتی تحت سروری معاون سروزیر نظارت میکند. ماه گذشته هیئت از منطقه های خطرناک در ناحیه های همدانی و فرخار دیدن کرد. قرار شده است که از سوی تاجیکستان آبگردان های کلان ساخته شوند. وزارت کورو خوجی همه را همجا موظف کردن از همین کتی کوربای است لایه شدگه ایامو سربند که شما گفتین ایامی ناسک کنال چوبک طرف همجا تو در روزی 5 کیلومتر همجا در چی میشه سویل بندی و آبگرداناش کوروی کلان ساخته میشه. با دیگر شدن مجرا ساحل 5 به دهات نزد مرزی نزدیکتر می شود. سال گذشته دهه های ناحیه فرخار زیر خطر آبخیزی بودند. با گذاشته شدن تخته سنگ ها پیش راه خطر گرفته شد. رئیس ناحیه فرخار گفت که این کاری ساحل بندی تا حال دوام دارد. حالا در ساحل 5 نه تنها افغان ها بلکه چینی ها هم به دریافت تیلو مشغولند. گروه از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. چند پیش حکومت طالبان در اینجا با سرمایه‌گذاری چین باز یک کارخانه زرشویی تأسیس داد. آب 5 دارای خاکه تیلو است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشند. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند. و حکومت تاجیکستان از بیم افزایش بیماری ویچ سپید یا سرایت ویروس نارسایی مسئولیتی بدن دستور داده است مکانیزم معاینه حتمی طبی مهاجران کاری بازگشته به وطن تهیه شود. سبب این پیشنهاد ظاهراً افزایش باسرعت بیماری در بین مهاجران کاری است که بیخبر از موجودیت ویروس در بدن خویش به خانه برمیگردند و دیگران هم سرایت میکنند. در یک سند از جلسه کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن سیل و ورجه که رادیو آزادی آن را دید، چند وزارت و اداره در تاجیکستان از جمله وزارت تندرستی را عهدهدار کردند با مقصد پیشگیری پهن گردیدن سرایت ویروسی نارسایی مسئولیت انسان مکانیزم حتمی گذشتن از معاینه طبی بعد بازگشت به خارج کشور را آماده نمایند. بر اساس آمار رسمی سال 2024 هر سومین نفر گرفتار به ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان مهاجری کاری بوده است، در حالی که سال 2020 در آنها هر ششمین نفر بودند که ویروس ویچ سپید به آنها سرایت کرده است. در تاجیکستان بیشتر از 15,000 نفر گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شدند. و 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خواندن خبرهای بیشتر را دارید پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.